اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. بحث به اینجا رسید که دنیا خانه تربیت الهیه و انبیا و اولیا برای تربیت ما آنچه خدا بهشون ابلاغ کرده رو بیان کرد که ما چگونه خودمون رو بسازیم، چگونه دیگران رو بسازیم. تمام آنچه از ناحیه شریعت به ما رسیده برای ساختن ما و تربیت انسان است. نکته ای که در آخر عرض شد این بود که خدا انسان رو رها نمی‌کنه. اگر انسان عقیده حقی پیدا کرد، نسبتی با خدا پیدا کرد، خدا انسان رو رها نمی‌کنه. حتی اگر انسان بعد از باور به عقاید حقه دچار خبط و خطا بشه، آلودگی به گناه بشه. اینجاست که خدا انسان رو رها نمی‌کنه. عرض کردیم که اگر در گناه انسان ابداع و نوآوری کرد، خدا هم در عقاب نوآوری میکنه. چرا؟ چون نمیخواد بندش رو رها کنه. روایتی از امام رضا علیه السلام هست که فرمود من اعتقد الحق ثم اذنب ولم یتب فی الدنیا عذب علیه فی البرزخ. کسی که اعتقاد حق پیدا بکنه بعد گناه بکنه، مرتکب معصیت بشه و در دنیا توبه نکنه، خدا در برزخ رو عذاب میکنه. فرمود در برزخ، نه در قیامت. و یخرج یوم القیامت و لیس له ذنب یسأل عنه. و او در حالی روز قیامت از قبر خارج میشه، محشور میشه که گناهی بر اون نیست که سوال بشه ازش. اصلا گناهی نداره، چه برسه به اینکه بخواد در مورد اون گناه ازش سوال بشه. خدا هدفش تربیت و رشده. اینجاست که این عبارت زیبای یا من سبقت رحمته غضبه، کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته، تجلی پیدا کنه. بحث در اینه که خدا انسان رو در هر دو رابطه ترک معصیت و انجام واجبات کمک میکنه که به این میگن طاعت، چه ترک معصیت چه فعل واجبات. هر دوی اینها میشه طاعت. خدا در هر دو انسان رو کمک میکنه. به این کمک الهی میگن توفیق. بحث امروزمون اینه. امام باقر فرمود سألته عن معنا لا حول ولا قوة الا بالله. راوی میگه از امام باقر سوال کردم راجع به معنای لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یعنی چی؟ هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر به خدای تبارک و تعالی. فرمود معناه لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون. ما برای جدا شدن از معصیت خدا توان نداریم مگر به یاری خدا. ولا قوة لنا علی طاعت الله الا بتوفیق الله عز وجل. و برای انجام طاعت هم ما نیرویی نداریم مگر به توفیق الهی. باید خدا ما رو موفق کنه. توفیق یعنی موافق کردن عمل با نتیجه، اراده با عمل. اینا باید موفق بشیم. بسیاری از اوقات ما اراده میکنیم موفق نمیشیم. چرا؟ چون توفیق الهی وجود نداره. توفیق همون کمکه. عرض کردیم کمک یعنی اول باید از جانب ما یک حرکتی باشه، یک تکانی باشه، یک نشانه‌ای باشه و خدا هم بیاد این رو کمک بکنه. همینطور که کمک الهی لازمه عمله، همینطور هم اگر بدون حرکت ما
خواست الهی هم محقق نمیشه. خدا میخواد، هی اسباب و شرایط رو برای ما فراهم میکنه، ما اراده نمیکنیم عمل کنیم، برای هم موفق نمیشیم. پس اینها قرین همدیگه است، حرکت بنده با توفیق الهی. از موسی بن جعفر یک روایت بسیار زیبایی از استاد میاره. خیلی این عبارت، این روایت قابل تأمله. سوال شد یبن رسول الله الیس انا مستطیع لما کلفت. آیا من بر آنچه که تکلیف شدم مستطیع هستم یا نیستم؟ من نمیتونم اون چه که تکلیفم شده رو انجام بدم. چرا؟ نمیتونم معصیت رو ترک کنم، نمیتونم واجبم رو انجام بدم. آیا مگه خدا به من نیرو نداده؟ مگه به من توان نداده و تکلیفم کرد؟ فقال له مل استطاعت. حضرت سوال کرد، گفت استطاعت یعنی چی؟ توانایی یعنی چی؟ مرد گفت القوة علی العمل، این که به من قوت بده بتونم این کار رو نکنم یا این کار رو انجام بده. قال له قد اعطیت القوة ان اعطیت المعونه. قوت رو اون زمانی به تو میده که کمکتم بکنه. قوت رو به ما داده، چاقو رو به ما داده، ولی توان این که من چاقو رو حرکت بدم، این میوه رو پوست بکنم و ندارم. آقا میگه پس استطاعت داری میوه رو پوست بکن، میگه نمیتونم، چاقو دستمه، میوه دستمه، این نمیره که. این حلی باید داده بشه، این حله رو باید خدا بده. قال رجل فمل معونه، معنی معونه چیه؟ نمیفهمم. اگر خدا ما رو خلق کرده و به ما نیرو و توان انجام کار داده و من اراده میکنم، دیگه معونت چیه؟ دیگه معونت برای چیه؟ قال توفیق، معونه هم توفیقه، هم که خدا موفقت بکنه. قال رجل فلما اعطاء التوفیق، دیگه توفیق برای چی؟ آیا خدا به ما رو حکم داده یا نه؟ بله. توان داده یا نه؟ بله. دیگه توفیق برای چی؟ تو بدون توفیق بذاره ما کارمون رو بکنیم. قال لو کنت موفقا کنت عاملا، اگر خدا به تو توفیق بده میتونی عمل بکنی، اگر خدا توفیقش رو از تو بگیره نمیتونی عمل کنی. و قد یکون الکافر اقوا منک ولا یؤتی التوفیق فلا یکون عاملا. خیلی از انسان ها هستن کافرن، قدرت بیشتری دارن، علم بیشتری دارن، اراده بیشتری دارن، نمیتونن هم عمل کنن چون خدا توفیق نداده. توفیق باید اول باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بدون توفیق الهی نمیتونیم قدم از قدم برداریم، گرچه همه امور رو درست بچینیم. خدا یه وقتی برای معاصی مانع ایجاد میکنه، ما رو موفق میکنه گناه نکنیم. یک موقعیتی برای من قرار میده من روم نمیشه گناه بکنم، نه اینکه نخوام گناه کنم، میخوام گناه نکنم ولی اون اراده قویه نیست، ولی یه چیز دیگه است که دست و بال منو میده نمیتونم گناه کنم. اون چیه؟ مثلا میگم روم نمیشه، یا اون موقعی که میخوام گناه کنم ابزار شرایطش، اراده گناه میکنم ابزار شرایطش فراهم نمیشه. خدا دوستم داشته نخواسته گناه کنم، موفقم کرده به ترک معصیت. و برعکسش خدای وقتی میخواد هول میده ما رو. من همین چی اراده ضعیفی داشتم برای یک کاری، ولی داره اسباب و شرایط جور کنار هم چیده میشه که من بتونم این کار رو انجام بدم. به میگن توفیق. امیرالمومنین فرمود ان من النعمت تعذر المعاصی، یکی از نعمتهای الهی اینه که انسان نتونه گناه کنه. یعنی مثلا میگم من خودم میگم مثلا من به خاطر امامه‌ای که روی سرم هست، به خاطر موقعیت اجتماعی روم نمیشه گناه کنم. یعنی نه اینکه نخوام کنم، روم نمیشه گناه کنم، اینم نعمت الهی. من موفق به گناه نمیشم، لذا موفق به طاعت میشم. این نعمت الهی. یه وقتی من اصلا نمیخوام مثلا
برم مسجدی دفعه هم میگه حاج آقا بفرما بریم با هم حالا که شما اجازه بریم یه مسجد با هم نماز بخونیم. مثلا اراده نکرده بودم ولی منو تو یک شرایطی قرار داد که من برم طاعت الهی انجام بدم. این نعمت، این توفیق. اینکه انسان خودش رو توی شرایطی قرار بده که توفیق الهی نصیبش میشه. حالا غرض چه در سازندگی خودمون چه در سازندگی دیگران ما توفیق الهی رو لازم داریم. اگر توفیق الهی نباشه نمیتونیم، همه ابزارم درست باشه نمیتونیم. پس باید چیکار کنیم؟ برای توفیق الهی باید از خدا کمک بخوایم، استمداد از خدا بگیریم. خدایا منو کمک کن که در زمینه تربیت فرزندم، تربیت دانش آموزم، تربیت خودم، تربیت همکارانم موفق باشم. خدا انشاءالله ما رو نسبت به آنچه که وظیفه ما قرار داده موفق بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.